بزرگی خود را حس نمیکنی اگرچه بزرگی. انسان همین قدر بخیل است که با بزرگی تو اقرار شدن قوت ندارد. اما اگر مردی بعد آهسته حرکت به خود یا به کسی میگوید او بزرگ بود. با همین سخنان الهام بخش نابغه بسکتبال مایکل جردن برنامه در شبکه‌های اجتماعی را آغاز میکنیم. کرونا ویروس در حیات انسانیت همین قدر تاثیر گذاشت که ناگفتنی. همه چی را تغییر داد بگویم خطا نمیکنیم. بازی‌های لیگ چمپیون‌ها دیگر مثل قبل برگزار نمیگردد. در اروپا تصمیم گرفتند که همه بازی‌های دور یکچارنیه‌ای تنها در یک مملکت برگزار شود. خلاص کار همین که دسته‌ها پای هم هر شب با نوبت رقابت میکنند. در یک شب یک بازی. تصمیم اصلی این است که بازی‌های دور مذکور در شهر لیسابون پرتغال برگزار می شود. رقابت‌ها تحت نظارت جدی طبیبان برپا می‌گردد. پایگاه اطلاعاتی BBC دیروز پروتکل طبی بازی‌های مذکور را رسانه‌ای کرد و طبق قرار مکان‌های استراحتی از قبیل ساحل بحر، طرفخانه‌ها و دیگر مکان‌های دلخوشی به خاطر بخطری شهروندان و فوتبالبازان بسته می‌شوند. فوتبالبازان از مهمانخانه در حال بیرون می‌شوند که با متصدیان مشورت پیشکی کرده باشند. در مهمانخانه فوتبالبازان در حجره‌های یک نفره یا عموما یک نفری زندگی میکنند. خوراک‌ها را نیز مخصوص آدمان به هر فوتبالباز علاهیده میبرند. شستن لباس‌ها نیز همین خیل. یک روز پیش از بازی همه فوتبالبازان مورد سنجش طبی مخصوص برای ویروس کرونا قرار میگیرند. فوتبال در حال برگزار میگردد که آزمایش طبی فوتبالبازان منفی باشد. برای فوتبالبازان به یکدیگر تقدیم کردن پیراهن قطعاً منع است. خلاص این محدودیت‌های هست که در دور یکچارنیه‌ای لیگ چمپیون‌ها از جانب سازمان جهانی تندرستی قبول گردیده است و اساسیت فوتبال اروپا آن را اجرا می‌کند. کوینسی پرامس سابق فوتبالباز دسته اسپارتاک و بازیگر فعلی دسته آیاکس آمستردام روزهای نزدیک به صف ارتش میکل آرتتا می‌پیوندد. یعنی طبق اطلاع پایگاه خبری زیسان پرامس روزهای نزدیک قرار است با دسته آرسنال بپیوندد. گفته می شود که سرمربی دسته آرسنال میکل آرتتا از موسم گذشته این ترانسفر را پیگیری میکرد و تیار بود که با دسته آیاکس در این مورد در رابطه باشد. جانب هلندی مثل که با این پیشنهاد راضی‌اند و در صفحه اجتماعیشان نوشتند که پرامس این پیشنهاد را رد نخواهد کرد. این گزارش هم با منفعت خود پرامس است هم با منفعت آرسنال. خلاص پرامس را این موسم در میدان‌های سبز انگلیس خواهیم دید. لارو ستین پسر سرمربی دسته بارسلونا کیک ستین در صفحه اینستاگرام خود نوار را پخش کرد که مخلصان دسته کاتالونی را بی‌ضابطه ساخت. در این نوار لارو ستین نزد توده گواهان می رود و از آنها پرسان می شود که بارسلونا در لیگ چمپیون‌ها غالب می گردد. بعد این نوار را گذاشتن و زیر آن شهر نوشته است که گواهان انیق می دانند. چون که بعد سوال دادن آنها بله گفتند. زمانی که کیک ستین سرمربی دسته کاتالونی انتخاب گردید در نشست مطبوعاتی چنین گفته بود: من دیروز در دهه گاو میچراندم، امروز بهترین فوتبالبازان دنیا رو مربیگی میکنم. بعدا معلوم شد که گاو چراندن از فوتبال تفاوت کلان دارد، چون که موقع اول رو در روی خط لالیگا به دشمن ازلی تقدیم کردن اثبات گفته‌های بالاست. کارل هاینز رومینیگ رئیس اجرایی دسته باواریا با پرزیدنت فیفا در مورد جایزه توپ طلایی در رابطه بود و از لغو شدن جایزه مذکور در این موسم اظهار نگرانی کرد. من با پرزیدنت فیفا توسط تلفن در علاقه بودم و آنها در مورد سپردن جایزه توپ طلایی راه‌های حل می‌جویند. میدونید برای چه رومینیگ این موضوع را زیاد میکشاید؟ او رئیس اجرایی دسته باواریا است و دسته میونخنی امسال یکی از نامزدهای جدی برای چمپیونی در لیگ چمپیون‌ها است. روبرت لواندوفسکی حمله‌گر پولشگی دسته باواریا امسال بهترین موسم خود را میگذراند و در بسیار گلی با هیچ فوتبالباز میسر نشد که با او سبقت نماید، نه رونالدو نه مسی. خلاص آنها امسال کوشش مینمایند که جایزه توپ طلایی را لواندوفسکی بگیرد. راستی گپ را گویم اگر لواندوفسکی امسال مهنت کرد، بیچاره تقدیر بدش را بیند که امسال توپ طلایی را به کسی نمیدهند. بعد مسابقه US Open در ایتالیا برای ورزشکاران به قول یگان خیل کرانتین و پرانتین نیست.
این را سروزیر مملکت ایتالیا جوزپه کونته گفت. در عرفه آغاز مسابقه مذکور در ایتالیا گپ و کلاچه‌ها زیاد بود که شاید تنیس بازان هنگام ورود به ایتالیا به کرانتین فرا گرفته شوند. امروز اظهارات سروزیر همه را حیران کرد. او گفته است که ورزشکاران را به کرانتین نبرید. تنها جواب آزمایش طبی که از وجود نداشتن ویروس در وجود ورزشکاران کفالت دهد باشد بس، دیگر چیز لازم نیست. خلاص تنیس بازان ایتالیایی به یگان ممنوعیت وارد وطنشان میشوند. سید عبدالرحمنوف منیجر رسمگر محبوب روسیه پیوتر یان در مورد رقیب و رقابت آینده یان حرف زد. رقیب آینده پیوتر یان علاقه معلوم شد. این ورزشگر الجمین استرلینگ از امریکا است. منیجر همچنین گفت که علاقه معلوم شد که استرلینگ رقیب ماست، ولی در مورد سنه برگزاری رقابت مثل که هیچ گپ نیست. ما کوشش داریم که این رقابت در ابوظبی ماه اکتبر برگزار شود، گفته است سید عبدالرحمنوف منیجر پیوتر یان. لیونل مسی فوتبالباز دسته بارسلونا در شهر میلان ایتالیا خانه خریده است. این را پایگاه اطلاعاتی مدیا اسپورت رسانه‌ای کرد و گفت که علاقه فوتبالباز خانه را خرید و به نزدیکی باید حجت‌ها آماده شوند. گفته می شود که خانه او در قبت 37م بینای مشهور در شهر با نام تور سولاری است. این بینای زیبا در نزدیکی میدان اینتر است. اکنون می‌آییم سر مقصد. مسی برای چی در میلان خانه خرید و این خانه باید در نزد میدان اینتر باشد؟ خودتان قضاوت کنید. با همین تمام، تا برنامه دیگر، خیر.